خب این هفته هم باز مهمون خانه آره خانه مخاطبانیم با پارت 2. آره خیلی خوش اومدیم به این ویدیو، اپیزود دوممون. تو این اپیزود قراره در مورد سوء تفاهم و اگه برسیم در مورد حسادت هم صحبت کنیم. البته قبلش یه سری چیز میذاره به نظر من با مخاطب صحبت کنیم، از جمله اینکه این هفته فنهامون و هیترهامون دیدیم. آره این هفته خیلی پربار بودش. آره نظرهای مختلفی دادین در مورد اپیزود قبلیمون که به چه شکل بودش. جامون هم اگه ببینید عوض شده، کلا سیستمش عوض شده. آره. یا اینجا ثابت میمونه یا بازم قراره عوض شه، معلوم نیستش هنوز که به چه شکل. یه نکته بودش این که خیلی یه سری چیز میشنیدم که میگفتین که صدای سامی زیاد جالب در نیومده بود که خب سر مایکش بود. مایکش رو این هفته درست کردیم، یعنی یه مایک آوردیم و کابل کشی کردیم و درست شد. ممنون از صاحب مایک. آره ممنون از صاحب مایک اینو در اختیار ما گذاشت. بعد یه مسئله دیگه این که خیلی‌ها گفته بودن که خب شناختی تقریبا از ما ندارین و شناخت کوتاهی که میتونیم بدیم، حالا توی اپیزودهای آینده میتونیم ما رو بیشتر بشناسین. اونقدر نمیخوایم بیوگرافی گنده‌ای بدیم. این که من بهرادم، نشونم که سامیه. بعد دوتامون 18 سالمونه، دوتامون هم هنوز محصلیم و دانشگاه که نمیریم. می‌خواستم بگم دانشگاه میریم. آره مدرسه میریم. من هنرستان میرم، کامپیوتر رشتم و سامی هم تجربیه. این بخش رو توی پادکست قبلی یکم بهش اشاره شد، غیر مستقیم. خیلی غیر مستقیم. ولی خب ببین در کلم بگیم این که مخاطبا به مرور زمان توی ویدیو ما رو بشناسن، یکم اون رابطه و ارتباطات واقعی تر میکنه. چون ببین تو یه آدم جدیدم تو زندگی شروع میکنی به شناختن، همون اول بر نمیگرده همه چی رو بگه که آره یه سری چیز میذارم زندگیمون رو بریزیم بیرون جی. آره یه سری چیز هستش که اصلا به مرور زمان بفهمی و متوجهش بشی و بشناسیش، به نظر من باحال‌تره. این آنلاک می‌کنی همش بخشی از کاراکتر یارو. آره خب بریم به موضوع برسیم که ببینیم چه خبره. بریم بیا. سوء تفاهم و برداشت اشتباه. بله عجب موضوعی. آره یعنی گفتم بذار یه چیزی باشه که خیلی تو روزمره‌مون باش سر و کار داشته باشیم و هممون 100% تو زندگیمون تجربهش کرده باشیم. آره. و کلا هم ریشه این قضیه رو بگیری، همیشه هم چیز نیستش که مثلا بگیم یارو نفهمیده ما چی گفتیم. اینم هست و بعضی موقع اصلا منظورمون رو اشتباه متوجه میشن، منظورمون اشتباه میرسه اصلا یا اصلا کلا نمیرسه منظورمون. چون دیگه لازم مثلا روانشناسا میاد دوباره چیز شدم. من دوباره رفتم تو بحث آره میگه دوباره بندازمش رو تو. آره من اپیزود قبلی کلش رو موقع ادیتش اینطوری بودم که کل عالیه نه موقع ادیتش نه داشتم ادیت میکردم اینطوری بودم که چقدر میگی آره بهراد خفه شو. اونو ول کن. من بیرون اتاقت بودم داشتی ادیت میزدی اینجوری بود که عالیه. آره آخه سر صدا خیلی رو اعصابم رفته بود میکروفون تو. یعنی گفتم یهو این وسط میخوای چیز بیاری بس جلوی ماشین عالیه بی‌نظیره. بگذاریم. آره. به هر حال برمیگردیم سر موضوع اصلی. و خب قضیه رو بخوای کلش رو نگاه کنی، نشأت گرفته از اینه که تو ارتباطات الان که دیگه کلا مجازی شده و کمتر کسی میاد رو در رو کسی رو میبینه که دیگه یکم منفیه به نظر من. از نظر چیز ارتباطات کم شده، خیلی کم شده. اصلا ببینی تو جمع خانوادگی اکثرا تو گوشی ان دیگه. آره اکثرا تو گوشی. اصلا خیلی زیاد جالب نیستش این قضیه که یعنی دیجیتال دیتاکس در واقع. خب الان اکثر سوء تفاهم‌ها از روی چت به وجود میاد. چت میاد. آره دقیقاً. و خب بعضی الان بر این عقیدن که این ایموجی استفاده کنن، از جمله خودمو، که ایموجی استفاده کنن اون سوء تفاهم و دیگه نمیدونم. آره اینا کم میشه. آره ولی هیچ تاثیری نداره. یاره یکم کم میکنه ولی خب باز از اون برم یه بخشایی چی شد. آره. یه بخشایی که دامن میزنه بهش چیزی شد. داری بعد نگاه میکنی میخوای برو یه نگاهی بنداز. رکورده اوکی نکنه تازه الان شروع کرد رکورد کردن. بعد جونم برات بگه که کلا الان ببین خب یه بخشی از سوء تفاهم میگیره چون داری با اون ایموجی یه بخشی از حستو منتقل میکنی. اصلا من خودم ببین پر استفاده ترین ایموجیم خنده است. چون ببین اینقدر موضوعاتت مزخرفه. ممنون. نه چون کلا خودت دیدی و یعنی بیشتر با هم بیشتر سر و کار داشتی و صحبت داشتی. انسانی هم که واقعا لحن بدی داره. لحن داره بده. من خودم به شخصه اینطوری هم که یه حرف طنزی میخوام بزنم، حرف رو
با جدیت کامل میزنم، یعنی حتی مثلا همه تو جمع دارم پاره میشن خنده، من هنوزم جدی دارم حرفامو میزنم. بعد تو چت خب این وقتی میاد نمیشه دیگه، تو من دارم اونو به طنز میگم ولی لحنم کاملا جدیه. بعد اینو ممکنه به عنوان تیکه هم برداشت کنن از حرفای من. همینه دقیقاً. یعنی اینطوریه که مثلا داری تیکه میندازی، داری کنایه میزنی. من کلاس 8 بودم، 8 میرفتم دبیرستان قدیمی برادرم، اونجا ناظممونم بود، یا برگشت گفت از دبیران راضی، گفتم عالیان. بعد قشنگ یه لحظه اینجوری که تیکه میندازی؟ بعد گفتم نه استاد تیکه نمیندازم، لحنم بده. همونه دقیقاً، یعنی میبینی همون لحظه یهو میبینی یارو برداشت اینجوری که داره تیکه میندازه. آره تیکه میندازه. نه من تو واقعیت دیگه خدای اینطوری نیستم. نه تو اینم هستش که من تو روزمرم خیلی جاها تو قالب شوخی آره تو شوخی تیکه‌تو میندازی. من بخوام تیکه بندازم با جدیت به یارو میگم، یعنی چیزم من اصلا به بحث این که کنایه و مثلا تیکه بندازم یارو به در بگم دیوار بهش نیستم، اون تو روش میگم. نه من خیلی شده مثلا. نه تو اونطوری تو به شوخی یه حرف جدی تو میزنی، من با جدیت تمام تو صورت یارو میگم حرفام، یعنی ازت خوشم نمیاد. یارو مثلا دقت کنه تو حرفام، من همه حرفامو بهش زدم ولی خب در قالب شوخی میبینه حرفامو اینجوری که با چی میگه این. آره ولی در کل بگم مثلا همین قضیه ایموجی خنده داشتم اونو می‌خواستم بگم. میبینی الان مثلا چیزی که الان به ذهنم میرسه 3 تا معنی میتونه به یارو منتقل کنه، یا داری واقعا شوخی میکنی میخندی، یا داری مسخره میکنی، یا همین که واقعا آره واقعا خنده است. و خب از اون بعد چیزی که حداقل الان من میبینی خودم خیلی از این قضیه استفاده میکنم، وایس میگیرم، چون از لحن صدا واقعا معلوم میشه. من امروز برای من وایس گرفته، صدای موتوریایی که دارم بغلش حرکت میکنم بیشتر از صدای خودشه. به من ربط نداره، من داشتم خیابون رد میشدم هندزفری گوشم بود در می آوردم، شاید الان گوشی نداشتم. نه الان دارم چون هندزفری گوشم بود. آقا اینا دزد عزیز کی اینو میزنه؟ من برام سواله. اینو کی میزنه؟ مدلش چیه؟ A50 کی A50 رو میزنه؟ اینو برام مشخصه. فوش بدی خواستم. نه کی A50 رو میزنه آقا؟ کی بهتر از تو؟ کی بهترینی؟ من بزنم؟ نه کلا گفتی کی، گفتم کی بهتر از تو، کی بهترینی. خیلی بامزه بود. برو از در بیرون دوباره. نه حالا واقعا پانشو برو. آره کفش دارم این بار. اسپانسر خونه میاد این بار جفتمون رو پاره میکنه. خب بگم بخش دوم سوء تفاهم همون سوء تفاهم تو روابطه که استاد این قضیه این جفتمون فکر کنم. ببین خیلی بخشی که سوء تفاهم ایجاد میکنه این دیالوگی که اگه دوستم داشت میفهمید. ببین اصلا من یه دونه این وسط یه پرانتز باز کنم، یه سیستمی هست خب که در حال حاضر داره اتفاق میفته در تمامی جوامع دنیا و به این شکل که همه میان بر اساس حرفایی که توی اینستاگرام وجود داره رابطه‌شون رو مقایسه میکنن یا میخوان مثل اون سیستم رعایت کنن چیزایی که میگه. ولی ببین چیز جالبی اصلا نیستش. این که یه نکته هستش خیلی جالبه، این که میگه که اگه دوستم داشت فلان کارو میکرد، اگه میخواست میفهمید، آره دوستم داشت میفهمید، اگه میدونست خودش انجام میداد. ببین یه سیستمی که هست اینه که حالا سر رابطه هایی یارو مثلا 3-4 تا رابطه قبلش داشته نمیگم شاید هم اونا خیلی سطحی بوده، ولی به طور کلی اینطوریه که ممکنه طرف مقابلت اونقدر رابطه نداشته، خب اصلا بار اولش رابطه‌اش تجربه نداره، بعد خب نمیدونه که از چه قرار قضیه اصلا تو الان چرا تو این فاز هستی، چرا اینطوری. میدونی یه همچین سیستمیه که اگه میدونست میفهمه. نه این به نظر من کاملا غلطه. چون ببین غلط هست ولی بعضی مواقع چیزا، چون ببین بالاخره از یه جا به بعد یه شناختی رو یارو پیدا میکنی. یکم بعد گفتم یارو رو شخص مقابل میای بالاخره اون شناخته رو پیدا میکنی، بعدن ریشه یابی میکنی که آقا مثلا این نشأت از این گرفته. و خب همون قضیه که دفعه قبلم تو پادکست گفتم میاد وسط، همین صحبت کردنه، همین که یه چیزی میشه نریزی تو خودت. آره خیلی مهمه. خیلی ببین بعضی مواقع باید واقعا سکوت کنی، نه چیز سطحی که میدونی الکی داری دامن میزنی به قضیه، ولی بعضی مواقع سر چیزایی که میدونی بعدن قراره، اونم بعضی رو خودشناسی میاد که میدونی بعدن قراره سرویست کنه، اونو باید بری بگی که بعدن اصلا فشار میاره رو مغزت دیگه. نه اون فشاره به کنار، یه میپیسه دلایل منطقی داره که آقا دلیلش اینه، من اشتباه برداشت کردم. آره. که باز یه جمله‌ای که من یه جا خونده بودم خیلی قشنگ بود، نوشته بود که سوء تفاهم از سکوت میاد. میشه گفت همین دیگه. ببین دقیقاً سکوت نکنیم خیلی قضایا هستن
راحت تر پیش ببین میره. مثلا یه سیستمی هست، من با یکی از دوستام حرف می‌زدم میگفتم که بحث کلا راجع به این بودش که من وقتی مثلا ناراحتم، خیلی ناراحتم یا از یه چیزی استرس دارم یا میترسم، به پارتنرم نگم که اون مثلا اون میخوادش که من یک فرد قوی باشم ولی با گفتن این اون حسو نمیگیره. ولی میدونی من به نظرم اینطوریه که چیزی نوشته اونجا فکر کنم خیلی چشم از این دور تاثیراتشو بخوای. کی دیدیم اونو؟ همین الان چشم خورد بهش. چی داشتیم میگفتیم؟ داشتیم درباره سوء تفاهم تو رابطه حرف می‌زدیم که یهو اون نوشته تو دوربینو دیدیم. خب بفرمایید. برادر شما داشتی صحبت می‌کردی. چی داشتم میگفتم؟ داشتیم میگفتی که یکی از دوستات میگه من آره اینو داشتم میگفتم. آره میگفتم که داری نگاه می‌کنم منم گوش میدم. یه موضوع بعدی هم یه نگاهی بهش بندازم. حافظم کوتاهه دیگه. من بهت گفتم یه کاغذ من بده. شما سخنتو بگو. شما تو بخوای همین چیزی بود. اینجا رو سانسور کن. نه بذار ولی یه بیپ بذار جاش. می‌بینی که من ادیت میکنم. من اونو دارم میگم دیگه. حالا ولش کن بگذاریم. داشتم در مورد این میگفتم که آقا اون فرد وقتی پارتنر منه چرا نباید در مورد این که من حالم بده، از چی استرس دارم، از چی ناراحته، من چی خیلی ناراحت شدم ندونه؟ چرا آقا این شخصیت واقعی خود من مثلا یه همچین کسی هم که آقا ناراحت میشم مثلا دوست دارم بیانش کنم به پارتنرم، ولی شاید اون دوست داره که من خودم رو یک فرد قوی جلوه بدم که شاید حالا تو دخترام اینطوری باشه، میخوان اون حس امنیت رو بگیرن نسبتا. یه جا یه جوری تو دوربین زل زدی که انگار مخاطب خاصی داری ببین. نه مخاطب خاصی ندارم، کلی دارم. چون تو چشای من نگاه کن. همین الانم سوء تفاهمه. ببین این الان دقیقاً همین الان سوء تفاهم. همین الان دقیقاً تو پادکستمون زنده صورت گرفت. خب دقیقاً اینو گفتی. فقط هم لازم نیست که نیست تو رابطه‌های رابطه دوستانم هست. اصلا مثالش چیزی که هست برمیگردیم به 70 میلیون سال قبل، برمیگردیم به 2 سال قبل فکر کنم تو اینستا من تو دعوامون شده بود. من ترکیه بودم تو فکر کنم آره هی پیام میدادی هی فوش میدادی، بعد منم از این ور اعصابم خورد بود. آفرین آره یادم اومد آره دیگه گفتم بابا این چقدر داره فوش میده دیگه. یعنی منی که میدونستم داری شوخی میکنی، یعنی عادت داشتم به این قضیه، رفته تو مخم گفتم این دیگه شوخی نیست داره توهین میکنه. بعد پیامم گفتم ببین یه بار دیگه اینجوری پیام بدی میام قطع ارتباط میکنم باهات. بعد باز همونم با فوش جواب دادی. یادمه که من بیشتر عصبانی شدم گفتم یه ذره بددهنی میخوام اون بخشو بگم نمیتونم. یعنی اسکریپت میفرستم بگمش چقدر بیادبی فلان. آره ولی خب خیلی جا هم همینه دیگه. دقیقاً میبینی شوخی شخص مقابل دوست آدم توهین در نظر. نه اصلا ممکنه توی همون چتی که داره میگی روابط اینطوری باشه که یارو توی حالت بدیه مثلا چه میدونم عصبانیه و تو هم از این شوخی میکنی فوش میدی پشت سرم. این یکم ویر منم هست دیگه. نه که میبینی کلا کرم دارم یه جایی میبینم رو مخ یارو میره بیشتر چیز میکنم. البته به جز یک شخص خاص من واقعا اصلا جرئت ندارم وقتی اسم شخص خاص رو بگی. چی؟ نه. به جز دیگه. نه حالا اون شخص خاص دید اصلا پادکستو؟ نمیدونم. گفتی بهش؟ گفتم بهش آره، ولی خب میشه از این موضوع یکم خارج شیم. نه ببین اسم کنم این پادکست درباره من شده واسه سوء تفاهم. داره رکورد میکنه دیگه ان شاء الله. نه رکورد که هست بابا دارم چک میکنم. تو حرفتو بزن. تو گفت عجب باز بیادبی استیا. آره بیان ویر آره رو انداختیم واسه من. خیلی کسابتی. یه چیز دیگه داشتیم. به قول یکی از دوستانم باید بگم به هر حال یک موضوع دیگه هم که داریم و من خیلی سر این مشتاق بودم بهش برسیم ضرب المثل ها بود. هیچ عالم نیست. دیگ به دیگ میگه روسیه. در همین حد بده. نه. مرغ همسایه نوکش کجه. انجیری که نوک میخوره، انجیری که مرغ میخوره پاش شکسته. مرغ انجیره صافه. تو شوهرم بکنی من نکنم. نه. تازه منی که استاد من خیلی بهتر میگم نسبت تو. ناراحتم کردی. آره. به خدا کفش دارم. اسپانسر خونه میکشتمون. بگو خب. برمیگردیم به این که چیز در طول تاریخ خیلی از ضرب المثل ها رو اصلا میبینی اشتباه برداشت کردن، اصلا عوضش کردن. مثالی که حتی اون موقع تو پیامم بهت دادم گرگ بالان دیده است. باران منظورت بود؟ نه گرگ بالان دیده است. الان اشتباه میگن گرگ باران دیده. چرا؟ ببین بالان در زبان پارسی
یعنی چیز این تله هایی که هم مثلا دیدی تو فیلم و کارتون و بازی یه تله میذارن خرس بگیرن. آره یه تله طرف اینطوری جمع میشه. یه تله هم داشتیم اون زمان مخصوص گرگ و اینا بود اگر اشتباه نکنم. بالان اسم اون تله هست. بعد ریشش داره میگه گرگ بالان دیده. اصلا تو معنیش هم ببینی اصلا میگن یارو گرگ بالان دیده است. سردی روزگار زندگی کشیده. آره سردی روزگاری زندگی حالا بر اساس باران فکر میکنن منظورش اینه که گرگ بارون دیده دیده مثلا هر فصل چطور و زندگی طولانی داشته اینا. ولی خب گرگ بالان دیده یعنی داره میگه آها این یارو یه بار به عظما رفته، یعنی یه بار تو این چاله ها افتاده، میتونه دوباره از این قضیه در بیاد. همون بازم معنیش همون سردی و گرمی روزگار رو دیدنه ها. ولی خب اینکه بری ریشه رو درست پیدا کنی یا اینکه شانسی بزنی درست در بیاد خیلی فرق داره. مثلا مثالش الان تو امتحانات مثلا میگه چند تا گزینه درسته. آره سه تا گزینه 2 در اومده، چهارمی حتما 2 نیست. آقا هیچ وقت 2 نیست. شاید هم باشه. میتونید بریم اسپانسر گزینه 2 و ماز بشیم تا ببینیم آیا گزینه 3 هست یا نه. کجا فهمیدی کنکوریه؟ خیلی دارم کنترل میکنم که اون بد نشم من. همین میگه نذارون روی من بیاد با. دقیقا فکر می‌کردم برا من سخته یعنی که جلوی دوربین فوش ندم و الان برا تو سخته. ایول دارم به جایی میرسم که دیمانیتایز بشیم به خاطر فوشای تو. چون میدونم فوش عادی نیست. یهو یک ریشه پیدا میکنه اونور. آره ریشه قومیت. ریشه قومیتی که اکثرا هم میای فرندلی باشه ولش کن آقا. آره برای این وسط گرگ بالان دیده رو من گفتم. اونو می‌خواستی بگی، ادامه‌شو بگو. چی می‌خواستی بگی؟ آره نه این قضیه گرگ بالان دیده تموم شد. یا مثلا بعد اصلا می‌بینی اینجا کلمه رو عوض کرده. از اون لحاظش میگفت. آره یه جای دیگه داریم اصلا همون هم‌آواسه ولی خب املاش یه معنی دیگه میده و خب یعنی املاشو تغییر بدی معنیش عوض میشه دیگه. اینو 100% تو ادبیات و اینا خوندی درست هنرستان میری ولی خب بالاخره ادبیات داشتی تا اجرا. ببین الان اینجا نشستم کنم با معلم ادبیاتم دارم صحبت می‌کنم. چه خوب. سای دهن منو باز نکن تو این اپیزود. بذار از اپیزود 10 به بعد من فوش بدم. دیگه روت به بچه‌ها باز میشه. فوش میدی. به هر حال مثلا ما یه چیزی داریم چی کج دار و مریض. خب مثلا ایدت داره که این نه. کجاش باگه. مثلا نمیدونم معنیش چیه. کج دار و مریض. ببین اصطلاح دست به عصا راه رفتن رو شنیدی؟ نگو نه. ببین خدایا تو چقدر از دنیای ادبیات دوری؟ اون برام است. آخه دیگه این بخشیشه که تو روزمره آدم مکالمه داره. به هر حال شاید ندونی چیکارت کنیم دیگه. من فوش میدم بهش. کجدار و مریض الان مثلا شاید فکر کنیم مریضش به معنای بیماره. خب الان هم خیلی همین تصور دارن. ولی در کل اینه که چی کجدار و مریض. نریز داداش. مریض. مثلا ببین اینو چی؟ نه خالیه. کج دارم مریض. کج داشتم و نمیریزم. مریض. شاید صدایی که بد بدم داد میزنم بغل این. نه اوکی. همینه یعنی که آقا بیا وقتی پیش برو تو ادیتش همین یعنی پیش برو ولی خب دیگه یهو اقدام نهایه رو نزن کارو در بیار. ولی به نظر من تو این کارو بکن. پیش برو اقدام نهایه رو بکن کارم در بیار. ایشالله عید. این ایشالله عید من مثل از شنبه خیلیاست که نمیرسه ولی شاید برام برسه. به قول یه عزیزی یهو دیدی تاسو انداختیم جفتیش اومد. به شخص منو بکوبی زمین جفتیش میام. در سالهای دیگه خب سوء تفاهم پیش نیاد چون دارم کچل میشم. خب بخش بعدی دنیای امروز و شبکه اجتماعیه که گفتم همون اول گفتم بیشتر بهش دیجیتال دیتاکس. دقیقاً. شما تازه از آمریکا اومدی؟ کلی بلد نیستی؟ ای بابا. دهن منو باز. این بار تو داری سریع حرف میزنی من دارم شمرده تر حرف میزنم. او شمرده تر. برادر پادکست قبلی رو ببینی؟ نه من مایکم درسته هم دارم انگار دنبالم کردن حرف میزنم. پادکست اپیزود قبلی سیستمش این بودش که سیستم چی میگم بهش؟ فقط بگیریم. نه فقط بگیریم نبود بابا. فاشیستی میگن به یه همچین حالتی. فقط خودمو داشتم اینطوری بودم که خودم خفن تر بیفتم. حالا تو آره سیستم چیزا مثلا
نجات پرستی شاید باشه، ولی حالا میخوای دخترها عکس میگیرن اون یه دقیقه استوری میکنن که خودشون توش خوب افتادن. آره نجات پرستی نیست لامصب، نجات پرستی سکسیستی عذر میخوام. نه سکسیستیه داداش، جنسیت زدگیه برادر. نه آقا خودشیفتگیه. خودشیفتگیه ولی خب در اون نه تو کمتر شد تو پسر این کار انجام بدن. اصلا ما استوری میذاریم. آره همیشه هم خودم خوب سعی میکنم. چرا یه لحظه خندت دکتر استوپ. خب بگو. توتیه باید بیاری. آره شبکه اجتماعی، همین شبکه اجتماعی یه بخش رو گفتم، همون اول گفتم قرار بیشتر دربارش صحبت کنیم. یکی همون ایموجیاست که برداشت اشتباه میشه، یکی هم وای خلاصه کردن حرفا. تجربهشو ندارم. هیچ ایده‌ای نداری؟ نه منظورم سلم کبی نیست. نمیدونم اون منظورم چی مثلا باشه اوکی. این باشه اوکی. خب ببین این دو رفتار دخترات یه چیز عادیه، دارن ناز میکشن، ناز میکنن. ما ناز میکشیم. مگه نمیخریم ما؟ مثل همون قضیه چیزه. به نظرتون ما ناز میخریم یا ناز میکشیم؟ ببین مثل همون قضیه شوهر کردن و زن گرفتنه. ادامه نده. آره ادامه. وگرنه دهنم چرا زنو میگیرن چرا شوهر. اسم اپیزودو باید بذارم سوء تفاهم و بددهنی های بهراد. کتاب من یه دادش. ببین یک چیزی که هست مثلا خیلی من اینو با معاونمون دارم، مثلا در سطح جهانی یک میمی هست که پدرها کلا باید لایک نشون میدن. فکر کن برای معاونمون میگه تومار نوشته میدون لایک میرسه اینجوریه که بابا یه جواب بده. من معاونمون خیلی آدم باحالیه، من بتمن فکر کنم ساعت 3 نصف شب من پیام بدی همون اساسی میزنه جواب میده تو بت موبیل. آره چی میگه این؟ آره ببین مثلا یک چیزی که داریم همین باشه اوکی. الان مثلا من به شخصه اینو خیلی تجربه کردم، تو میگی تجربه نکردی. چرا تجربه کردم باشه اوکی؟ چرا؟ ببین فکر کن یه ساعت یه چیزی رو توضیح دادی، نه اون شب بخیره که یعنی دیگه شب بخیر you're done دیگه ویلکام تو گولاک. آره دیگه حتی یعنی اونجاست که نازو باید بخری. آره دیگه اونجا نازو باید بخری دیگه، کشیدنی نیست. یکم داریم همش از موضوع دور میشه خیلی اصلا اون یکی دوربین اون قطع شد باز. خب میفرمودیم کجا بودیم؟ از بحث داشتیم دوباره دور میشدیم. آره. بیشتر دور شدیم. ببین دفعه قبل همش از طریق من از بحث دور میشدیم، این بار داریم از طریق تو از بحث دور میشیم. دقت کردی؟ میخوام به بحثای خودم برسم. نه هر بار دفعه قبل من اینجوری بودم که من میکشوندم به اون سمتی که میخواستم، این بار تو همش داری چیز میکنی. آره من هم به هر حال اینجا بودیم که مثلا فکر کن یه ساعت یه متن احساسی نوشتی، مثلا یه سری توضیح دادی، یا مثلا یک چیزی بودی که مثلا انتظار داشتی یه کامنت دیگه بگیری. بگو خب. باشه اوکی، دونه باشه یا اوکی. من از چی بدن ریاکت توی تلگرام. آها لایک و خنده اصلا لایک و آره وای خیلی بدن. من اینجورم که دقیقاً وای اونو آمار گفتم ایول دیگه لازم نیست تو تلگرامم چیز کنم، مثلا اینستا لایک میزنم میگم وای من خیلی بدم میاد از اون لایکا. نمیدونم چرا آوردش تلگرام اونو. خوبه کار واسه من راحت کرد. آره همین دیگه، همین خیلی قضیه رو سوء تفاهم ایجاد میکنه اگه دقت کنی. مثلا اینو باشه یعنی بخش یا میبینی این قضیه رو داره که آقا گوشم با شما بگو من باید ارتباط چشمی داشته باشم. داشتم رکوردمون میدم چند دقیقه باشه. بگو چند دقیقه شد مهم نیست بگو حرفتو بزن. همین باشه اوکیه. اصلا اینجوری که یارو شاید با خودت فکر کنی که مثلا آقا مهم نیست براش یا مثلا اصلا اهمیتی نداره براش. خب این قضیه همون لایکه، این لایکه این یکم واسه من برزخه دیگه. لایک میکنی از طرف خودم لایک میکنی انگار برات مهم نیست دیگه، ریاکت میدی انگار داری خیلی بیش از ریاکت میدی. ایسی میانی نداریم. من اون ناراحتم واقعا. بنویسم مردم خنده. پاره شدم. من دیدی دیگه آره، اوج ریاکشن اون موقع من اوج ریاکشن من توی چت وقتی مثلا از خنده پاره شدم واقعا همینه. پاره شدم. حتی ایموجی خندم نمیذارم. خب برسیم به موضوع حسادت. بابا وایستا شما خیلی عجله داری. بفرمایید. آره همین قضیه که اوکی باشه هم میبینی یارو مثلا کار داره یا مثلا جاییه باز خیلی داره منت برات ارزش قائله که داره همون باشه اوکی رو بالانس میکنه. آره بالانس میکنه دقیقاً. نه من بالانس شنیدم میگم بعدن سین کنه. آها
وای حاجی همین بالانس کنه واسه من خیلی این بالانس میکنه رو به نظرم کات کنی. نه چرا خوب باشه میتونی اونو به عنوان باز به قول یکی از عزیزان بولد کنی که چی بعد از سین کنه رو من خیلی سرش به فنا رفتم. الان که گفتی بعدن سین کنه منم بالانس میکنه رو شنیدم. دقیقاً ببین خب بگو. خب همین بعد از سین کنه میبینین عزیز ما مثلا سین زده که مثلا اون نوتیفیکیشن بره دیگه، بعدن یادش رفته ریاکشن نشون بده. خودش هم همش میگه مثلا چرا ریاکشن نشون نمیدی، میگه یادم رفت. این یادم رفت اینجوریه که ای بابا شاید دوست نداره، شاید، ولی تو برا من میمونی بابا دستم نمیره. خب ببین موضوع بعدی ما همین رسیدیم به جای زیبایی که چی چرا سوء تفاهم پیش میاد. بعدش هم اگه خیلی شما چون میدونم عجله داری، بعدش هم برای که دیگه من نگاه نکنم راهکاراست. راهکار میخوای راهکار بگی آقای دکتر؟ دکتر یحیایی روانشناسی؟ روانشناس هم آره دقیقاً. آره ببین وای بازم آدم فوش آخه واقعا چالی حاجی. خب دوباره میگم مخاطبای عزیز، ما عملاً درباره بخش پنجممون صحبت کردیم، همون تجربه خودمون، یعنی این الان بخش چندم میشه؟ میرسیم به بخش آخر، بخش آخر ششم آخر که راهکاره. خب راهکار همین راهکار زنگ بزنیم دیگه تلفن، نه زنگ بزنیم اینم راهکار امروزمون. خیلی خوش اومدین، خیلی ممنون که آره راهکار قضیه اصلا همینه که بپرسیم منظورت همین بود دیگه. آره که دیده خیلی موقع چیز، یعنی در دیگه من شده اتوبوس سوارشم با اینکه میدونم آقا فلان جا میره دیگه. آره دیگه یه دونه سیستم چیزی که مطمئن میشی از این که همین دیگه اشتباه برداشت نگی. من چرا ساق پا معلوم ناراحتم دیگه وقتی کفشای منو میپوشی. کفشای خودم سیاه بود، بعد پرسیدم اینا بهتره تو آقا نجات پرستیش نکن، حرفتو بزن. سریعتر میتونستم باشم مدام بد شد. آره همین دقیقه همین که بپرسی همین بود منظورت دیگه. همین قشنگ راهکار. الان فکر کردیم میخوام یه ساعت توضیح بدم، نه با همین یک کلمه کارو جمع کردم. آره الان میرسیم به بخشی که شما پیشنهاد دادی و میتونیم پادکست رو تموم کنیم دیگه. حسادت. آره خب حسادت. این بخش دیگه همه چیز دست توئه دیگه. الان من نمیدونم میخواد چه من ببین می‌خواستی بگی چه گوی سوال ترک کردی اصلا واسه این بخش اصلا فلودا هستمش. سوال نداریم، موضوع میندازیم وسط راجع به حرف میزنیم. مثلا هفته قبل که کلا داشتم اینجوری محاوره میرفتیم معارض اصلا سناریو نداره پادکست. آره ولی خب سوال هایی که آماده داشته باشه تا جذاب تر بشه نداری باز. و الان من دارم اصلا اهمیت نداره گوش کن. ببین این بخشی که ریکورد کرده دقیقاً کوپ آرم های الان گروه های متاله که اصلا معلوم نیست چی نوشته. خب این چیزی ننوشته ولی خب بازم شبیه اونا شده. گوش کن آقا حرف منو مهم نیست. بفرما آقا سیبیل. ببین حسادت، من برام یک سوالی به وجود میاد، این که چی میشه مردم اصلا حسادت میکنن؟ کمبود. سوال بعد خیلی جوابت قانع بود. کمبوده دیگه. آره دیگه کمبوده دیگه. ببین اصلا ببین بعضی ذاتشون واقعا خرابه. ذات خودت خرابه. به کسی کلا نمیگم، کلی دارم میگم ذات طرف خرابه. یعنی حتی اگه اون چیزم داشته باشه اینطوریه که من دارم، چرا اون بعد داشته باشتش؟ منظورم داری چیکار میکنی؟ موهامو بالاخره میدونی. نه ولی دور از شوخی این قضیه حسادت، حالا من ندیدم کسی ذاتش خراب باشه. نه چرا من زیاد یارو حسود تربیت میشه، حسود زاده نمیشه. یه دونه دیالوگ هست میگه شرورها ساخته میشن به دنیا نمیان. همینه. یعنی باز این هم چون این جنبه منفی داره میشه اونجوری برداشتش کرد. ما حسود نداریم که یارو از همون نوزادی حسود باشه. یه چیزی داریم حسادت بچگانه. نه اون که هستش آره، که اون اصلا حسادت به حساب نمیاد، بچه بازیه که یه میلیون. نه آقا من برام سوالم اینه که مثلا میبینی یکی رابطش خوبه، دارم حرف میزنم بیشور. گوش کن حرف منو. من دارم میبینم، دارم میگم که یکی رابطش خوبه، خب همه جوره اوکی هم با هم میگه، بعد یکی میاد از اون ور اینطوری سنگ میندازه جلوی پای این دوتا، خب کرم میریزه. حالا چرا؟ چون خودش تو رابطه قبلیش حالا به شکست خورده یا یه همچین چیزایی. میبینی خیلی برام عجیبه. آقا تو رابطه شکست خوردی، لاقل بذار اون شکست نخوره به اون، تو دیگه چیکار داری آخه؟ یعنی سیستمت اینه که مثلا من شکست خوردم پس بذار بقیه اگه مثلا اگه من قرار نیست برسم ضربه مثلا تو بهتر میگی سر سگ توش بشوشه. چی بود؟ دیگه که برای من نجوشه. آره سر سگ بشه. آره یه هم چیزیه سیستمشون. خیلی برام عجیبه اینجور آدما. ببین داشتم همینو میگفتم که یو پردی واسه حرفم. حسود کسی زاده نمیشه. همون حسود بچگی ازش مثلا نادیدش بگیریم، ازش فاکتور بگیریم، این که بچه داره که آقا چرا من نداشته باشم مثلا، که اونم باز
با رفتار درست پدر مادر میشه قشنگ کنترل کرد قضیه رو، درستش کرد دقیقاً. که مثلا ببین که مثلا بچه 100% بره میگه آقا منم اسباب بازی رو داشت میخوام، یا مثلا یکی از حسادت‌ها و دعوای بچگی برادر من با یکی از اقوام سرش شد خندت بگیر، پیتزا گرفتی یه چیزی میاد اینجوری میگرشه سر اونه. من مامانم زنگ میزد که آقا تو رو خدا 2 تا بذارید، اینا دعوا میکنن سرش، حسودیشون میشه دست کی مونده، عوضت نصفشون میگن. که باز اون صاحب رستورانم هر از گاهی شیطنتش میگرفت 3 تا میذاشت. یعنی ولی خب الان یکی از دوستانمونه دیگه، یعنی میشناسن، اصلا اشتراک داریم، میگیم یحیایی میگه 2 تا میذاره. نه دیگه حالا بچگی نیست 32 سالشه. نه دیگه برای تو 2 تا میذاره دیگه، با هم دیگه دعواتون نشه. آره ولی خب در کل ببین حسادت از این میاد که آقا یه کمبودی داره یارو، که اکثرا هم بعد مثلا توی روابط زیاده، توی کار خیلی زیاده. آره که باز بس پری بس درف. ببین اینکه مثلا خانواده قضیه رو کم گذاشته و اکثرا هم نگاه کنی توی فرهنگ ایرانی بیشتر میبینی خانواده ها اون باگ هایی که داشتن، کمبود هایی که داشتن رو به نسل بعدشون منتقل میکنن. چه از نظر تربیتی چه بعدن غیر مستقیم. تربیتی چیه؟ مثلا یکی از آشناها یه بار گفت من تا چون زود ازدواج کرده بود اینجوری میشه که من فکر میکنم بچه رو تربیت کردن یعنی زدن، چون خودش اونجوری بزرگ شده بود که الان خیلی ناراحت از این قضیه ها که اصلا چرا بچه‌مو میزدم. همین قضیه اصلا میبینی خانواده‌اش اشتباه، اون مادر پدر و والد رو یاد گرفتن. آره ببین به حال اونها هم تجربه اولشونه دیگه که بچه دار شدن دیگه. کافکا یه بار میگه پدرم هم مثل من اولین بارش بود که به دنیا آمده بود ولی من فقط یک بچه بودم. همینه، هممون اولین بارمون رو داریم زندگی میکنیم، ولی خب بعضی انتخابا هست اولین آخرین بار. اینو سرش میشه بحث کرد، تناسخ قبول ندارم. موضوع پادکست بعدی باشه که نمیشه چون قبول نداره. آره هر چی بگی رد میکنم. آره دقیقاً. نه آن ای وای رو مختاری حرکتت میخوام بزنم تعارف یه دونه این چیز دیگه است. آره اون دیگه جلو دوربین انجام نده. بله همین دقیقاً باگ رفتاری والد روی بچه خیلی تاثیر میذاره. یعنی مثالش تو یکی از میم هایی که دیده بودم این بودش که نشون میداد مثلا یارو یه مامانه رفتگرا رو میبینه میگه به بچهش میگه درس نخونی اینجوری میشی، یکی دیگه همون والد برتره داره میگه آقا درس بخون واسه این جهان بهتری بسازی. چقدر قشنگ. همین. یا مثلا این حسادت بچگونه دیروز دقیقاً از یکی از عزیزانم شنیدم راهکارش رو که گفتش که مثلا وقتی بچهای من میرفتن خونه دوستشون یه اسباب بازی میدیدن و میگفتن فلانی مثلا این اسباب بازی رو داشت و چقدر قشنگ بود، قشنگ خیلی همون عزیز مادره برمیگشت میگفت آقا خب اوکی تو خب شما اینو دارید. بعد گفتش که مال اون تو کمد بود، میگفت آره، میگفت آها مال شما تو کمد نیست، دارید باش بازی میکنید، آره دارید ازش لذت میبرید، ازش استفاده میکنید. شما هم اگر میذاشید تو کمد بمونه همونجوری نونوار میموند. اگر قرار باشه بازی نکنید باهاش و همون تو کمد بمونه بریم از تو ویترین نگاه کنید. همین خیلیه. و دقیقاً میگم یکی از دیالوگایی که دیروز شنیدم و خیلی بچه 5 ساله اینطوری که چی میگی بخر ببینم. شاید بچه‌ها الان اینجوری باشن ولی خب شاید بچه‌ها الان که قولن آجی. مثالش اینه که میگم ما پارسال یا پیارسال نسل جدیدی که اومده بودن هفتم میپرید سیبیل معاونمون رو بگیره. اینجوری بودم که آروم باش. خیلی دهه 90 دهه عجیبی. از اون برم 400. آخه به این فکر کن آجی که ما برای دهه 70 عجیبیم، دهه 70 برای 60 عجیبه و همینجوری میره. آخه دهه 90 برای همه عجیبه. ببین میدونی مثلا دهه 80 با دهه 60 خیلی جورترن نسبت به دهه 70. دهه 70 با 80 یه ذره با هم مشکل دارن، نمیدونم چرا. من به شخص خودم اینطوری ام، باهاشون مشکل دارم، با دهه 70 مشکل دارم. فقط من جلو داداش من شروع می‌کنی به داداش تو من نه فکر کنم ببینم این دلیل قانع کننده بیاد. دلیل قانع کننده نداری. تو جلو برادر بنده منو یادت میره. مهریه‌مو میذارم اجرا. تخریب شخصیتیایی که تو اون لحظه ها انجام میدم. برادر فقط به تخریب من بسنده نمی‌کنید. دور تخریب می‌کنید. یعنی ببین من هر بار شما دوتا رو از هم جدا میکنم بعدش باید یه تایم بگذرونم که حرفا شما تاثیر نذاره رو ارتباطات همه رو خب به شوخی میگیم.
شوخیاتون خیلی بده. ولی خب بازم دیگه ببین برگشتیم به سوء تفاهم. نه ولی دور از شوخی، همین قضیه حسادت برمیگرده به کمبود قضیه. 8 بار گفتی این جمله رو، عوض کن، یه ریفریز کن جمله تو. همون اول گفتی چرا، دارم من چرا تو جواب میدم. همون اول چرا رو گفتی و رفتم سوال بعدیش. خلاصه پاشم بزنمت. بزن تو فقط بزن، همه زدن تو هم بزن. کلا همین قضیه والده دیگه. مثلا بعدن همین والدها میان بچه‌هایی رو به دنیا میارن و تربیت میکنن که همون دقیقه میگم زاده نمیشه، یارو حسود به بار میاد. آره. و بعدن همین قضیه گفتم کسی شرور به دنیا نمیاد. همینه. یارو بعدن چون خودش نرسیده، بعدن اینجوریه که چرا بذارم بقیه برسن. میرسن نرس. و این قضیهشو یکم پیشو بگیریم، یهو میبینی برمیگردی به یه اکثریتی از خانواده ایرانی که چی فیتیش اینو دارن که بچم مهندس دکتر قاضی شه. آره حالا قاضی که نه دیگه. نه من قاضی شنیدم، قاضی هم شنیدم اینجوری که نه من نشنیدم تا حالا. یعنی قشنگ اینجوریه که آقا یا میری تجربی دکتر میشی، یا میری ریاضی مهندس میشی، یا میری انسانی قاضی میشی. به من ربط نداره. آن بخش وکیل آره بابا قاضی چی؟ قاضی. چون همین سه تا رشته نظری تو فکرشون دیگه بیشتر. فیتیش برتریت. آره. این حالت باز به من انتقال یافت. ولی خب کلا این حسادت هست، ولی بعدن همون تو اون سپره باشی نظری به نسل بعدی برسه یا به دور و بریات برسه است و همون بزرگی قلب رو و سخاوتمندی رو بهش قبول. حالا خلاصه نظر شما در مورد اینکه حسادت اصلا چیه به نظر شما و حسادت چیه و عجیب ترین سوء تفاهمایی که براتون پیش اومده رو برامون بنویسید که به چه شکله و توضیح بدین و میتونید دایرکت بدین توی اینستاگراممون بهمون و بنویسید. میتونید زیر همین ویدیومون هم کامنت بذارید. خب ما رفتیم برگشتیم و اپیزود رو تموم کنیم. شاید این اپیزود این هفتهمون خیلی گنگ و عجیب بودش، برای خودمون هم یه گنگ بود، ولی اینجا پادکست رندوم و ما رندوم در اختیار شما هستیم. واسه نباشی. خداحافظ.